داخل این ویدیو اومدیم آموزش گلد و پلاتونیوم کردن تبر و چاقو رو بهتون آموزش بدم. خب اولی گفته اشتباه نکنم 100 تا کیل با تبر بگیرید. بعدی گفته 30 انمی رو از پشت سر بکشید. بعدیش گفته 50 نفر رو سر بخورید، یعنی سر بخورید دشمن رو بکشید. بعدی گفته داخل وقتی که زنده میشید 2 نفر رو 30 بار 2 نفر رو پشت سر هم بکشید. بعدیش هم گفته 50 نفر با پرک دد اسلاید بکشید. اینم گفته این همونیه که این فقط گفته 3 نفر رو بکشید پشت سر هم. بعد گفته 30 بار این کار انجام بدید. الان من اسکین پلاتونیوم گرفتم واسش. پلاتونیوم گرفتم چون چاقومم گلده. چاقوتون رو گلد کنید بهتون پلاتونیوم میده. پلاتونیوم با گلد باز میشه. خب برای چاقو هم همون کارهایی که واسه تبر انجام دادین انجام بدید تا گلد بشه. دد اسلایت هم این پرکه که یک بارم. خب این پرک دد اسلایت. خب دوستان تا ویدیو دیگر بدرود و خدا نگهدارتون.